پارسال سال هشدار بود، سال آینده یا سالی که در پیش داریم سال کشدار خواهد بود. وزیر اقتصاد امریکا آقای پالسن داره سعی میکنه که مردم رو یک مقدار آرام بکنه، چون اگر مردم به واقعیت‌های پایه‌های اقتصادی توجه بکنن، اگر طلا الان $1000 به $1300 خواهد رسید، به دلیل اینکه مقصرش بوش نبود، مقصرش برنانکی نبود، بلکه گرینسپن بود. میدل کلاس داره پایین تر میره، تولیداتش داره کمتر میشه، همطوری که در انتخابات اوهایو دیدیم کارخانجات داره از میدوست امریکا بیرون میره و اینها واقعا دارن الان آسیب میبینن و یک مسئله بسیار بدی در میدوست امریکا داره به وجود میاد و این اختلاف طبقاتی همچنان در امریکا افزایش پیدا خواهد کرد. یکی از خطرناکترین شرایط اقتصادی برای امریکا اینه که تورم امریکا باعث تورم کشورهای دیگه بشه، چون تورم برای من و شما ممکنه 2% یا 3% باشه، ولی برای کشورهای مانند ایران، برزیل و کشورهایی که واقعا فقط مثل ایران فقط نفت تولید میکنه، میتونه یکی از خطرناکترین شرایط اقتصادی باشه. بعد از اینکه بوش از آفیس بره، چه مکین، چه اوباما، چه هیلاری کلینتون انتخاب بشن، این مسئله تغییر و تحول پیدا خواهد کرد و من فکر میکنم که دلار یک مقدار قدرت خودش رو باز پس بگیره. به طور اوریج هر امریکایی $8000 روی کردیت کارتش بدهکاره. سیوینگ ریت در امریکا 0. در اوریج 3 تا 4 ماه بیشتر طول نمیکشه که یه نفر خونش رو در امریکا از دست بده اگر کارش رو از دست بده، برای که کسی سیوینگ نداره و گول کردیت کارت ها و اکوتی رو خورد. به نظر من تا پایان سال 2008 ما به 5.5 یا 5.75% بیکاری بیکاری واقعی خواهیم رسید. به زودی همه ما میریم و این مسئله رو تغییر میدیم. چی میگیم؟ میگیم خونمون مثلا بود $500,000 شده $400,000. ناگهان دولت کالیفرنیا که الان باجت دفیسیت داره وضع خرابتر خواهد شد. کالیفرنیا به نظر من الان یکی از خطرناکترین ایالت‌ها برای سرمایه گذاریه. اگر تا $100,000 پول دارید نگران نباشید، FDIC داری، فقط 5-6 ماه ممکنه که بهره‌تون رو از دست بدید. به زودی وام‌های تجاری سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد. آفیس بیلدینگ اولین املاک تجاری خواهد بود که به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. فنی می و فردی مک 2 تا کمپانی هستن که خصوصی هستن ولی گارانتی دولت امریکا رو دارن که وام بخرن. این 2 تا هم دارن ورشکست میشن. خیلی جالبه. میگه هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. اگر میخواین خونه بخرید به محلتون نگاه بکنید، اولین نفری نباشید که فورکلوزر بخرید. بیزنس ها عجیب خراب خواهد شد. مواظب باشید، کاستتون رو پایین بیارید. اگر برای کسی کار میکنید مواظب باشید از کار بیکار نشید. الان ما چیکار بکنیم؟ باید پولمون رو نگه داریم. اگر پولمون رو بتونیم تا آخر سال نگه داریم، شانس خرید خونمون خیلی بیشتر میشه. بازار سهام فرصت‌های بسیار خوبی رو به وجود میاره. همونطوری که گفتم بازار سهام 9 ماه زودتر عکس‌العمل نشون خواهد داد به بهبودی اقتصادی. بزرگترین بیزنسی که در امریکا رشد خواهد کرد قسمت گرین بیزنس خواهد بود. کارگر امریکایی باید دوباره ریترین بشه و اینه که میره به گرین تکنولوژی. همونطوری که تکنولوژی در امریکا یک انقلاب اقتصادی شد، گرین تکنولوژی انقلاب اقتصادی بعدی در امریکا خواهد بود. چه شرایطی به ما نشون میده که ما داریم از ریسشن بیرون میاییم؟ اول، درآمد کمپانی‌های آمریکایی خوب خواهد شد، یعنی بازار سهام افزایش پیدا میکنه. دوم، رشد در زمینه همون GDP داشتیم. سوم، تورم دیگه خطر یا ترس نخواهیم داشت. اینترست ریت پایین باشه دیگه، بنده خدا نمیدونم اینترست ریت چقدر میتونه پایین بیاره دیگه، تا حدی که تونسته داره پایین میاره. اون وقتیه که وام کوتاه مدت، من شخصا به این خیلی اعتقاد دارم، اگر بهره کوتاه مدت و بهره دراز مدت به همون مورد تغییر پیدا بکنه که وقتی ما کوتاه مدت پول رو میدیم بهره‌مون باید طبیعتاً کمتر باشه تا دراز مدت. اگر اون تغییر پیدا بکنه برای چند ماه یا 6 ماه یا 2 کوارتر بمونه، من میتونم به جرئت بگم که ریسشن داره تقریباً به پایان میرسه.